صدای قهقهی وقیحانه خسرو و کوکب هنج می‌کشید به جگر سهیلا. زن بیچاره در اوج 22 سالگی بدون کس و کار و حتی بدون یک شاهی پول سیاه باید فردا جول و پلاسش را جمع می‌کرد و از خانه خودش می‌رفت تا شوهرش خسروخان و حبویش کوکب راحت تر و بدون سرخر خلوت کنند و دل بدهند و پل بگیرند. سهیلا آهی کشید و با آهش چکه اشکی از صورتش سرازیر شد. مرغ خیالش پرید به 15 سالگیش، آن ایام که خسرو آه نداشت تا با ناله سودا کند. سهیلا دختری ظریف و زیبا در خانه پدری ارج و قربی داشت. او دختر یک دانه مشهدی نصرالله بود. پدر و دختر از بالا فقط خدا و از پایین هم فقط خودشان را داشتند. تمام زندگی نصرالله همین یک دختر بود. آن زمانها که دفتر و دستک برای لچک به سرها ننگ بود، نصرالله دخترش را به دبیرستان ژاندارک می‌فرستاد. پیرمرد کم می‌خورد و گرد می‌خوابید تا بتواند هزینه کلاس انگلیسی دخترش را مهیا کند. بعد از کلاس انگلیسی تازه کلاس خیاطی و گلدوزی برپا بود و خلاصه که یک سهیلا بود و 1000 هنر. توف به آن روز شومی که خسرو پسر همچراغی پدرش آن را در حجره پدر دید و یک دلنسد دلخاطر خواه سهیلا شد و آنقدر موز کرد و دم تکان داد تا بالاخره دل پدر سهیلا رضا شد. با 1000 امید و وعده، من جمله وعده تحصیلات عالی در دانشگاهی که به تازگی به فرمان رضاشاه ساخته شده بود، توانست دل سهیلا را چون کفتاری به دندان بکشد و او را هم راضی کند تا سر سفره عقد بنشاند. اما از همان عروسی سهیلا هوا فهم شد اقوال خسرو باد در قفس بوده و اگر بخواهد به امید این تن لش تنپرور بنشیند به زودی از گرسنگی تلف می شود. همین شد که با وجود هوش سرشار درس و کتاب را رها و پای چرخ خیاطی نشست. روزی نبود که از ذهن سهیلا نگذرد که کاش بار و بندیلش را جمع کند و رجوع کند به خانه پدرش. اما چه حیف که اندکی بعد از ازدواج شومش پدرش نصرالله خان جان به اسرائیل بسته داشت و وفات کرد. بعد از فوت پدر ماترک خوبی هم به سهیلا رسید، از جمله یک باب عمارت نقلی و یک حجره در بازارچه قوام الدوله. ولی خسرو که انگار سالها بود چشم می‌کشید و منتظر مرگ نصرالله بود، شروع به آه و ناله کرد که سهیلا جانم، کاش خسرتت جوان مرد میشد. این طورها تو چشم قریب و آشنا خار و خفیف نمیشد. نقل دهن مردم شدم، حالا همه پشت سر و جلوی روی به سرم میزنند که وبال گردن زنتی، زنت خرجی تو میده. خسرو آنقدر ناله کرد که با همین مظلوم نمایی ها سهیلای 18 ساله را گول زد و چنگ انداخت تمام ماترک سهیلا را بالا کشید. اول یک آلونک خرید تا از آلاهون بالاهونی در بیاید و با مابقی هم ربا و نزول کرد. پول روی پول گذاشت و نقدینه جمع کرد و ابداً تفقدی به التماس‌های سهیلا نداشت که میگفت خسرو خان، بابای خدا بیامرزم قرون به قرون این پول با عرق جبین در آورده، حلال گذاشته رفته، تو رو روح مادرتون نذارینش تو راه حروم. خدا رو خوش نمیاد. چطور حساب کتاب میکنی که اول ماه پول میدی، ته ماه نرسیده قالی زیر پای یتیم سفیر میکشی؟ اینقدر تن بابای منو تو گور نلرزونید. اما خسرو ابداً التفاتی به نطق این زن نمی کرد و می گفت گد نکن ضعیفه. اون بابات اگه من روزی 3 بار بشاشم به سنگ لحدش بازم جبران مافات نکرده. همین که با 100 حیله توی ناقص و قاطر نازاشو به من انداخت، یعنی حق و دین کتاب دیومت بگردنشه. والله امردونگی نگرت داشتم و الا یه تیپا زیر مازت میکردم شما رو به خیر و خسرو رو بسندونم. چشم و صورتت نیست دخترای محل برام بال میزنن؟ فکر کردی زن واسه من کمه؟ سهیلا خانوم،
100 تا خواهون دارم، نشستم به پای نسناسگی مثل تو. همه این حرف ها به کنار، چند صباحی بود که کوکب دختر عبید به بهانه هایی به دیدار سهیلا می آمد. یک روز بهانهش می کرد به کاسه حلیم، فردایش گرفتن فلان الگو برای برش دام، پس فردایش قرض گرفتن مقراض و آنقدر همانجا می نشست تا سرکله خسرو پیدا شود. خسرو که پا در حیاط می گذاشت و ارسی های قرمز پاشنه تقتقی کوکب را دم در می دید، گل از گلش می شکفت. اخوتوفی کف دست انداخته و کله تازه عرب کرده اش را مرتب می کرد. شکم گرد و بزرگش را تو داده و سگک کمربندش را چند سوراخی آن برتر می بست. تکمه بالای یقه‌اش را باز می کرد تا موهای فرخورده سینه‌اش بیرون بریزد. کتهایش را طوری باز می کرد که انگار 2 تا خربزه مشهدی زیر بغل زد. از آن طرف کوکب با دیدن خسرو قدرتی خدا یک صدایش نازکتر می شد. هوا هم گرم می شد و کوکب لاجرم چادر باز کرده تا خودش را باد بزن. و ناخواسته بر و بازو ساق و یقه لختی خودش را بی تعارف به رخ می کشید. سفز در دهانش ترکتروب سوهان روح سهیلا بود. اینها چیزکی نبود که از چشم سهیلا به دور بماند. بیچاره می دید خونش را می خورد و دم نمی زد. کوکب هر دم پسینگاه نزدیک های آمدن خسرو آراگی را می کرد. چادر گلدار به سر می کرد و هوار می شد وسط زندگی سهیلا. آنقدر رفت و آمد که خسرو را به خلوت کشید و کار تمام شد. حالا بعد از گذشت 7 سال خسرو بیرحمانت سهیلا خواسته مهریش را که یک جیغ کلام الله و چند شاخه نبات است بگیرد و گورش را گم کنه. چرا که عروس تازه کوکب خانوم شرط کرده تا قامت نحس سهیلا در آن خانه هست من آرم می آید پایم را آنجا بگذارم. سهیلا دستش از همه جا کوتاه، بدون هیچ پسندازی و هیچ پشتوانه‌ای به دنبال یافتن سرپناه به هر دری زد. ملیحه خانوم پیرزن همسایه که از جیک و پوک طفلک خبردار بود به او گفت ننه سهیلا بدت نیادا، ولی تو جوونی قشنگی مثل عروسک چینی پشت ویترین. کجا بری ننه که چشم مردون آمد سیاحتت نکنه؟ نمیگم کلفتی برازندته، یه خونه ابوید خانومی کردی، ولی چه راه گریز؟ حکمن با خبری چندین سالی از نداری و بیکسی خونه آقای دکتر کلفتی میکنم. الانا دیگه دستم توان قدیمو نداره. به خانم دکتر گفتم دیگه جون تمیزکاری ندارم. قرار آخر ماه مرخصم کنن. خانم دکترم در به در دنبال یکی مثل خودت امین و معتمد. اونجا لااقل جات امنه، سرتو شب راحت میتونی زمین بزنی. یه لقمه نون بیمنت جلوته. نه نگو ننه، بری کلفت خونه زنی که فرنگی زینه به فردا روز کلفت بی جیر و مواجب کوکب و جوجه گرازاش بشی. ملیحه خانم را سبک سنگین کرد. او در آستانه 22 سالگی بدون پدر و مادر و هیچ پولی کجا را داشت که برود. چمدانش را بست و با ملیحه خانم راهی منزل آقا و خانم دکتر شد. خسرو با زیپوش سپید چرک مونده خرنگ زیر بغلش را می‌خاراند و روی بهار خواب ایستاده و رفتن سهیلا را سیاحت می‌کرد و در دل ذوق مرگ بود که بالاخره شر سهیلا کم می‌شود و می‌تواند کوکب جانش را بیاورد تا نوکریش را کند. سهیلا به ظهر نرسیده آن طرف تهران منزل دکتر یحیی میری بود. یحیی پزشک جوانی بود که به همراه همسر انگلیسیش سوفیا در یک عمارت بزرگ زندگی میکرد. آقا و خانم دکتر رفتار غریبی داشتند. آنها اصلا شبیه به هیچ ارباب بداخلاق شلاق به دستی نبودند. بسیار محترمان. ملیحه خانم همه کار خانه بود. نظافت، آشپزی، خرید. سوفیا بعد از شنیدن ماجرای سهیلا بسیار منقلب شده و بیچون و چرا سهیلا را پذیرفته بود.
البته ملیحه هم در تمجید از سهیلا کم نگذاشته و حتی به سوفیا گفته بود در دوره‌ای که ثبات لچک به سر عیب و آره است، سهیلا دیپلمه و درس خوانده است. به محض رسیدن ملیحه تمام سفارشات لازمه را به سهیلا کرد. فی النهایه پیشانی سهیلا را بوسید و او را به خدا سپرد. منزل آقای دکتر با تمام منازلی که سهیلا تا به حال دیده بود توفیر داشت. مثلا مطبخ اینجا برعکس تمام خانه‌های ایرانی که در حیاط و پستو بود تا خانم‌ها بدون دیده شدن راحت در آن طباخی کنند، درست در وسط سالن و در آن پر از گنجه‌های کوچک روی هم چیده شده که به آن کابینت می‌گفتند و در هر گنجه پر تا پر از ظروف چینی و بلور فرنگی بود. وسط مطبخ جعبه بزرگ سپیدی در دار به نام یخچال وجود داشت که وسط گرمای تابستان هوای سرد تولید میکرد. از هر قلم خوراکی در آن جعبه یافت میشد و مازاد بر این یک گنجه قدیمی بود که در طبقه های آن پر از قند و شکر و آرد و قهوه و اینجور چیزها بود. از همه قریب‌تر مستراح منزل بود که کاسه مستراح شبیه به یک صندلی چینی بود که به آن توالت میگفتند. سهیلا قبلا در دبیرستان فرانسوی معابانه ژان دارک این مدل توالت ها را دیده بود، اما هرگز روی آن ننشسته، چرا که دلش ریش میشد وقتی همکلاسی هایش به او گفته بودند هر کسی آنجا غذای حاجت کند آفتابه و آب ندارد و باید با دستمال خودش را طاهر کند. همه چیز برای سهیلا تازگی داشت، اما او سعی میکرد حفظ ظاهر کند و زیاد از دیدن وسایل تحیر نکند تا خدای نکرده سوفیا تصور نکند که او ندید بدید است. سوفیا و یحیی صبح زود به بیمارستان میرفتند و سهیلا خانه‌داری میکرد. ایام بدین منوال میگذشت. یک روز سهیلا در حال گردگیری کتابخانه بود که چشمش به یک کتاب آشپزی لاتین افتاد که طرز پخت چندین مدل غذا و کیک انگلیسی در آن نوشته بود. چه کتاب جالبی! عکس‌های سیاه سپیدی از غذاها در کتاب با وجود تار بودن مشخص بود که بسیار لذیذ و باب میل هستند. سهیلا کمی کتاب را وارسی کرد. دستور پخت‌ها ساده و قابل فهم و مواد اولیه بسیار آسان و در دسترس بود. سهیلا مردد بود، اما شهامت به خرج داد و تصمیم گرفت یک نمونه غذای انگلیسی آماده کند و همین کار را هم کرد. فلفور به ته باغ رفت و چند سیب سرخ درشت چید و به مطبخ برگشت. پیشبند سپیدش را بست و شروع به پختن از روی کتاب کرد. شب هنگام دکتر و سوفیا با دیدن کیک پای سیب بسیار هیجان زده شدند و با ولع شروع به تناول کرد. تمجیدها به همانجا ختم نشد. سهیلا روی ابرها سیر می‌کرد. وقتی سوفیا با ذوق از او خواهش کرد باقی مانده پای سیب را در ظرف ناهارش بگذارد تا فردا آن را با خود به شفاخانه ببرد تا دکتر ویلفرد هم از آن کیک تناول کند. گویا ویلفرد هم پزشکی فرنگی بود که در ایران فعالیت میکرد و سالها از غذای انگلیسی محروم بود. اما حالا با وجود هنرنمایی سهیلا او میتواند بعد از سالها پای سیب بخورد. تعریف‌های پی در پی از دستپخت سهیلا موجب شد اعتماد به نفس غریبی سهیلا را قلقلک دهد. این همان حسی بود که سالها خسرو با تمسخر و تحقیر از سهیلا گرفته بود. سوفیا و یحیی از غذایی تمجید می‌کردند که خسرو آنها را تا خرخره تناول کرده و در حال آرپ زدن همانجا پای سفره یله شده و آن را کوفت زهرمار خطاب می‌کرد. تمجیدات سوفیا موجب شد تا او مصمم شود فردا شپرد از پای با گوشت کوبیده شده آماده کن و پس فردا شیرهات پا. اعتماد به نفسی که یحیی و سوفیا به جان سهیلا نشاندند موجبات شد تا وقتی سهیلا در انباری خانه چشمش به یک چرخ خیاطی خورد جسورانه به فکر دوخت و دوز افتاد. سهیلا سالها سوزن زده بود، گرچه خسرو به لباسهایی که سهیلا میدوخت با پوستکن میگفت عین گوش طول سگ آویزونه، ولی دستکار سهیلا در بین زنان محله حسابی طرفدار داشت. او با دیدن لباس پورترهای فرنگی و بدون الگو لباسهایی میدوخت که رقمش در هیچ مزون فرنگی پیدا نمیشد.
سهیلا که دانست سوفیا و یحیی به دلیل مهاجرت هرگز جشن عروسی نداشتن و سوفیا هیچ وقت تجربه برکشیدن لباس عروس نداشته، مصمم بود برای تولد سوفیا یک لباس حریر سفید و پرچین مد روز تیار کند. وقتی فکرش را با آقای دکتر در میان گذاشت، یحیی سریعاً مبلغی به سهیلا داد و سهیلا فردا روز به بازار رفت و چند متر حریر و تور سپید ابتیاع کرد و در خفا شروع به دوخت و دوز کرد، طوری که وقتی سوفیا لباس را پوشید اشک در چشمهایش جمع شد و سریعاً با شعف به باغ رفت تا با دوربین کوداک برامونی یک عکس انداخته و برای مادرش به انگلستان پست کند. سوفیا با دیدن محبت‌های سهیلا بسیار احساس دلگرمی می‌کرد. حس تنهایی در کشور غریب که مثل خورجان سوفیا را می‌خورد با وجود سهیلا کم و کمتر می‌شد. سوفیا که هوش و استعداد سهیلا را دید چندین کتاب به او اهدا کرد. کتاب‌ها همگی به زبان انگلیسی بودند. سوفیا با تبسم به سهیلا گفت شاید وقتمون رسیده که چیزهای تازه تری یاد بگیریم. سهیلا گفت آخه خانم جو چه به کارمه، من که فقط یک کلفتم. سوفیا دستهای سهیلا را گرفت. هی به من نگاه کن. سهیلا تو همیشه میخوای یک پیشخدمت بمونی؟ معلومه که نه. هیچ چیز تو شبیه به یک پیشخدمت نیست. وقتی به دکتر ویلفرد گفتم پیشخدمت من از روی کتاب آشپزی انگلیسی کیک میپزه، با تعجب پرسید زنی که هم سواد داره و هم انگلیسی میخونه چرا باید پیشخدمت باشه؟ دکتر ویلفرد هیچ وقت شما رو ملاقات نکرده، اما به خوبی میدونه جای تو اینجا نیست. با همین حرفها نور امید در دل سهیلا درخشید. سهیلا باهوشتر از چیزی بود که تصور میشد. شاید تنها چیزی که او کم داشت یک انگیزه و نور بود، اینکه تواناییش را باور کند و از زیر بیرق سیاه حس ناکافی بودن که خسرو به جانش ریخته بود خود را آزاد کند. او تمامی کتب کتابخانه را خط به خط می‌خواند و حتی دستمزدش را صرف خرید کتاب می‌کرد. صبح زود کارهای منزل را سامان می‌داد تا فرصت برای مطالعه باشد. گهگاه سرکی به کتب طب می‌کشید. حتی یک بار که قصد شستن البسه را داشت، بی اختیار دستی به روی روپوش سپید سوفیا کشید و به دور از چشم اهل منزل چند دقیقه روپوش را برکشید و جلوی آینه ایستاد. اگر هرگز با خسرو ازدواج نمی کرد، شاید شانس حضورش در دانشسرای طب بیشتر می شد. کم کم پای سهیلا به عنوان منشی سوفیا به بیمارستان باز شد. ایام می گذشت. سهیلا در یادگیری بسیار حریص بود. کلام را در هوا می قاپید و این سرآغاز خوابی بود که دکتر برایش دیده بود. سهیلا می دید که چند صباحی است دکتر و سوفیا در تکاپو هستند. تا اینکه روزی سوفیا به سهیلا گفت باید چند سالی را به انگلستان رجوع کند، اما قبل از رفتن او و یحیی تصمیماتی برایش داد. سهیلا روی ابرها سیر می کند. وقتی که دکتر گفت سهیلا جان، به پاس تمامی خدماتت که به من و سوفیا داشتی، تصمیم دارم شما را برای امتحان ورودی دانشسرای طب تهران آماده کنم. این مهنت سرایی که نامش را مملکت گذاشتن را هیچ کس جز زنان درمان نمی کند. پرورش شما با عنوان پزشک خدمت کوچکی از جانب من به وطنه. یحیی و سوفیا کمر همت بسته تا قبل از بازگشت به لندن سهیلا را برای ورود به دانشسرای طب تهران آماده کنند. سیزده سال بعد زنی 35 ساله به غایت زیبا و پخته با کت و دامن خوش‌دوخت در حالی که یک کیف کوچک زیر بغل و دستکش های فاخر ابریشمی در دست داشت با طمأنینه به طرف اتل برا افتاد. عنفوان بهار بود. با دیدن اشجار تازه به جوان نشسته یک لحظه تمام خاطراتش را مرور کرد. از ورودش به دانشسرای طب و مستقل شدنش بعد از یحیی و سوفیا، از محبت‌های بی‌دریغ سوفیای عزیزش در این راه، از مشقت‌هایی که در راه پذیرشش به عنوان یک پزشک زن کشید تا مردم او را همتراز پزشکان مرد بدانند و به طبابتش اعتماد کنند.
حالا اگر تمام وجود سهیلا را میکاویدی، حتی یک مو از سهیلای قدیمی را در او نمیافتی. زنی که از ظلم خسرو مجبور به کلفتی شد، حالا پزشکی حاضر بود. طبق قولی که سهیلا به دکتر میری داده بود، او هرگز مردم تهیدست را فراموش نکرد و در خیریه کوچکش میزبان عوام بود. در یکی از بازدیدهایش مردی را دید که از درد کبد به خود میپیچید و نعره میزد و به زمین و زمان فحش میداد. خون در رگهای سهیلا یخ بست. این صدا، این دهان یاوه‌گو چقدر آشنا بود. برقی در ذهنش زد و او را برد به گوشه اتاق قدیمی سهیلای 19 ساله که از ترس خودش را بغل کرده و کمربند چرم خسروبی امان به کمر و پهلوی دخترک میخورد. خسرو زیر لب می‌غرید: پدر سگ تخم حروم، به زبون خوش میگم 2-3 روز نشستی پای چرخ خیاطی، کجاست دستمزدت؟ میگی هنوز نگرفتم؟ من خرم، خر پدر سوختته، الان پولت میکنم. مگه 100 دفعه نگفتم پول که دستت رسید بی اون که مردت بگه میاری میذاری جیبم؟ گفتم و نشنفتی؟ حالا یه جور دیگه میگم که تا داری خاطرت بمونه. جان سهیلا از به یادآوری خاطرات گذشته لرزید. مردی که از شدت خوردن عرق کبدش متورم شده خسرو بود. خسرو در حال ناله بود که چشمش به دکتر خورد. یک لحظه دردش را فراموش کرد. دنیا برای خسرو ایستاد. چشمهایش را ریز کرد و در صورت زن جوان به دنبال خاطرات گذشته گشت. حاضر بود قسم بخورد او همان سهیلایی است که 7 سال با او زیر یک سقف زندگی کرده. سهیلایی که برای به دست آوردنش چندین سال له زد و در آخر با تصاحب ارثیه پدرش او را مثل خاک روبه‌ای به بیرون پرت کرد. ولی این زن کجا و سهیلا کجا؟ زمزمه کرد: خودتی؟ سهیلا التفاتی به پرسش نکرد. خسرو دوباره تکرار کرد: خودتی؟ نزن به کوچه علی چپ که شناختمت. چه سر و شکلی هم کردی؟ خونه من عین قحطی زده های خدا زده می چرخیدی. پوزخندی زد و به زور خودش را بالا کشید. حکمن یه ننه مرده نون و آبدار ساده تر از منو تور کردی که اینطور به سر و وضعت رسیدی ها؟ خسرو احمقانه خیالات می کرد. سهیلا کماف ثابت با نیش کلامش بوکس کرده دست و پایش را گم می کند و اشکش جاری می شد. اما دریغ از نیم نگاه سهیلا خواست تا خسرو را معاینه کند که خسرو دستش را پس زد. گم شو بگو دکتر بیا. کوری وضعمو نمیبینی؟ باید بگم درد دارم که عقلت بکشه؟ برو پی دکتر بگو خسرو خان حالش خرابه. هر جا هست خودشو برسونه تا شفاخونه رو سرش کپه نکردم. بعدم صدایش رو انداخت روی سرش: این خراب شده صاحب نداره. بابا تلف شدم. نرس جوان و بد اخلاقی با نعره خسرو به اتاق آمد و با تعجب به خسرو گفت: چه خبر عربده میکشی؟ دکتر بالا سرت، چی میخوای دیگه؟ صدا تو بیا پایین تا نگهبان ننداختتت بیرون. خسرو با نگاهی به سهیلا زبانش را بین لبهایش گذاشت و صدای ناهنجار از دهنش درآورد و با خنده گفت: دکتر؟ به سهیلا وصل دوز میگی دکتر؟ نه خندونه ما خانم خوشگله، برو بگو اصل کاری بیاد. خسرو هیچ جوره نمیخواست باور کند زنی مثل سهیلا خانم دکتر این خیریه باشد. به زحمت روی تخت نشست، دکمه‌هایش را بست. بدنش متورم و رنگ پوست زردش از دور جار میزد. عرق و الکل کار کبدش را تمام کرد. همین حین کوکب از در وارد شد. چادری گلدار کوتاه به سر داشت. هر چقدر جهد کرده تا سیمای بدود نشسته ناشی از مصرف افیونش را زیر سرخاب سپیدا ستر و پنهان کند، باز هم دندانهای سیاه کرده و قامت نحیف و لاغرش از دور جار میزد که تا خرطناب درگیر افیون شد. کوکب گفت: اشکل بگیرن درش و سگ صاحبشو نمیشناسه. من نگفتم منو نکشون تا این خراب شده؟ او هنوز سهیلا را ندیده بود و با تن کنارش زد. برو کنار خانم جون، وسط رو وایسادی چی سیاحت میکنی؟ سهیلا موقرانه از اتاق خارج شد و زیر لب گفت: بهتره کار درمان رو زودتر شروع کنید. بیمار وضعیت مناسبی نداره. کبد آسیب جدی دیده. کوکب با تعجب به سهیلا نگاه کرد، چشمهایش را ریز کرد و با تعجب گفت: چشم خانم.
والا رو چشام، همین منتظر امر و فرمون جنابتون نشسته بودیم شما بیایی بگی چیکار کنیم. برو بابا نکبر. نرس جوان دوان خودش رو به سهیلا رساند. خانم دکتر میری پشت خطن. انگار نام یحیی هنوز پناهی بر دلش بود. به سرعت گوشی را گرفت. الو. صدای گرم یحیی از همان دوری لندن به جان سهیلا نشست. سهیلای عزیز، جواب بورسیه آمد. قبول شدی. برای دوره تخصصی زودتر از آنچه فکرش را بکنی باید راهی لندن شوی. سهیلا ناخودآگاه چشمش کشیده شد سوی اتاقی که خسرو روی تختش به خود میپیچید. اما چشم از سهیلا بر نمی داشت. ابداً در مخیلش نمی گنجید سهیلای تو سرخور حالا خانم دکتر شده. در خیالات سهیلا یک لحظه دو جهان با هم گره خوردند. جهان تیرگی و خرد شدن زیر سایه خسرو و جهانی که خودش ساخته بود. روشن، استوار و پر از احترام. نفسی تازه به سینه کشید. قاطع گفت خیلی ممنونم آقای دکتر. هر وقت لازم باشه آماده. و گوشی را گذاشت. به اتاق بازگشت. پرونده را برداشت. چند دستور نوشت و به نرس گفت انتقالش بدید بخش. درمان سریعا آغاز بشه. خسرو با دیدن این بی‌اعتنایی بیتابانه گفت هی سهیلا، منم خسرو خان، شناختی؟ کوکب با شنیدن نام سهیلا برق از چشمش پرید و با تحیر به خانم دکتر با آن رخت و البسه اعیانی و روپوش سپید خیره شد. رشک و حسد بود یا تحیر و سرگردانی که موجب شد زانویش بیجان شود و سر بخورد روی صندل. سهیلا مستقیم نگاهی به چشمهای زرد خسرو کرد. نگاهش نه خشم داشت نه کینه. آرام گفت نه، هیچ چیز خاطرم نیست. شما هیچ کجای ذهن من نیستید. سپس با قدم‌های مطمئن از اتاق خارج شد. پشت سرش در فلزی اتاق آرام بسته شد. گویی تمام گذشته‌اش را هم پشت همان در جا گذاشت و خود به سوی آینده رفت.